جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعین. در پایان بحث سخنی باز از امام ابن قیم رحمه الله رو باز میخوانیم در رابطه با این که 4 چیز است که اگر کسی آن را انجام بدهد و مرتکب آن بشود، او در واقع قرآن را کنار گذاشته و قرآن را رها کرده و از جمله کسانی به حساب می آید که هجر قرآن کرده. اول، گوش ندادن به آن. یکی از بزرگترین مشکلات بشر امروز این است که خوب گوش نمی دهد. سفیر رسول صلی الله علیه وسلم به مدینه منوره، سیدنا مصعب ابن عمیر، زمانی که دعوت خودش رو در مدینه منوره ارائه کرد، 2 از بزرگان انصار که هنوز مسلمان نشده بودند برای توبیخ ایشان آمدند. ایشان فرمود شما بنشینید گوش دهید، اگر بد بود ما دست میکشیم توجیهمان کنید، اگر خوب بود هم شما میپذیرید. آنها گوش دادن و مسلمان شدند. یکی از مسائل مهم این است که کسی گوش ندهد، استماع درستی نداشته باشد، القاء سمع صحیح نداشته باشد که این منجر به ایمان نیاوردن، روی نکردن به آن، پشت کردن به قرآن می شود. دوم، عمل نکردن به قرآن، عدم توقف نزد حلال و حرام آن. بسیاری هستند که قرآن را فراوان ختم می کنند، تلاوت می کنند، لکن توجه به احکام قرآن ندارند، توقف نزد حلال و حرام قرآن نمی کنند و این یک نوعی از هجر قرآن و کنار گذاشتن قرآن است. سوم، عدم تحاکم به قرآن، حاکم نگرداندن قرآن، قرآن را در رفتارهای فردی عملیاتی کردن و مراجعه نکردن در مخاصمات کلان به قرآن، حاکم نگرداندن قرآن، حاکم بودن طاغوت بر جامعه اسلامی. و من لم یحکم بما انزل الله، این یکی از مشکلات هست که متاسفانه بسیاری به اون عنایت نمی کنن، حتی متدینین و متشرعین از این مسئله بسیارشون غافل هستند. و چهارم، عدم تدبر و تفکر در آن که سر کشف عمق مفاهیم قرآن است و تعمق در قرآن است که لایه های علمی قرآن را می شود با تدبر و تفکر ورق زد. کلام آخر معرفی چند کتاب هست برای بزرگوارانی که این سلسله را دنبال کردند، برای اینکه بتوانند بهتر این مسئله رو دنبال بکنند و به صورت علمیتر و عمیقتر و مفصلتر بحث را مورد مطالعه قرار بدن. کتاب نقش قرآن در هدایت انسان، اثر فرید وجدی، ترجمه ابوبکر حسنزاده. کتاب دوم، چگونه از قرآن بهره بگیریم یا گامی به سوی اندیشیدن برتر، احمد البراء امیری، مترجم آن مجتبی دروزی. و کتاب سوم، طب القلوب، اثری جاودانه و ماندگار از امام ابن قیم رحمه الله که مترجم اون هم استاد مصطفی حسینی هست. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی به همه ما توفیق بدهد که از جمله تأثیر پذیرندگان از قرآن قرار بگیریم. جزاکم الله خیرا. هذا والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.